سلام، من مهنازم. به کانال آشپزی من خوش اومدید. امروز میخوایم اینجا با هم دیگه تحچین مرغ و بادمجون درست کنیم. بریم که با هم دیگه مواد اولیه رو ببینیم. قبل از اینکه مواد اولیه رو با هم ببینیم بگم که این حجم از موادی که من استفاده میکنم برای 5 نفره. خب مواد لازممون شامل بادمجونه که من 2 تا بادمجون تقریبا کوچیک استفاده کردم، زعفرون به مقدار لازمه، 3 قاشق ماست همزده است، 1 پیاز، 1 هم فلفل دلمه‌ای و 1 حب سیر برای مزه‌دار کردن مرغمونه، آب لیمو، 2 تا تخم مرغه که یه دونش کامل استفاده میشه، یه دونش فقط زرده استفاده میشه، مقدار دل بخواهی زرشک و پسته است که من همیشه از قبل میشورم و روش عرق هل و گلاب میریزم که عطر خاصی بگیره، 2 تا تیکه سینه مرغ و 3 پیمانه برنج که از 2 ساعت قبل خیس میدیم. یه مقدار کم روغن لازم داریم برای برنجمون، چون این غذا که میخوایم درست کنیم به هیچ وجه روغن دیگه نیاز نداره، و یه مقدارم ترکیب عرق هل و عرق گلابه که برای مایه تحچینمون استفاده میکنیم. بعضی از افراد از وانیل استفاده میکنن که طعم خوبی بهش بده، من ترجیحاً گلابو بیشتر میپسندم. خب کارمون رو با پخت مرغ شروع میکنیم. یه پیاز بزرگ برمیداریم و نیازی هم نیست که خیلی کوچیکش کنیم، همین 4 قسمتش کنیم برای ما اوکیه. سینه مرغمون رو داخل قابلممون میذاریم، پیاز رو بهش اضافه میکنیم، یه تیکه کوچیک فلفل دلمه برای اینکه بوی عطر بهتری داشته باشه و 1 حب سیر با 1 لیوان آب و 1 کوچولو زردچوبه و فلفل میذاریم که برای مدت 1.5 ساعت بپزه. خب توی مرحله بعدی بادمجونامون رو حلقه‌ای برش میدیم و سرخش میکنیم. شما میتونید پوستش رو کامل بگیرید، ولی من برای اینکه خوشگل تر بشه توی غذا به این شکل پوست گرفتم. خب ما 1.5 ساعت گذشت و مرغمون پخته. حالا مرغمون رو ریش میکنیم، 1 کوچولو بهش آب لیمو و 1 کوچولو هم زعفرون میذاریم و میذاریم کنار تا مراحل بعدی. خب مرغمون آماده شد، میذاریمش کنار تا برنجمون رو آب کشی کنیم. توی فاصله هم میریم که مایه تحچینمون رو با هم درست کنیم. خب برای مایه تحچینمون اول 3 تا قاشق ماستمون رو میریزیم. ترجیحاً موادتون رو از 1 ساعت قبل بذارید بیرون که به دمای محیط رسیده باشه. یه ذره ماستمون رو میزنیم، همین اندازه کافیه. بعد تخم مرغمون رو داخلش میشکنیم، 1 دونه کامل و تخم مرغ دوممون فقط زردش رو لازم داریم، چون الان بعد اومد از زرده میزنیم. 1 کوچولو من یادم رفته قاشق بذارم از آب لیمو بهش اضافه میکنیم، 1 کوچولو نمک، اینو هم میزنیم. بهش زعفرون میزنیم، حتما دست و دل باز زعفرون استفاده کنید برای تحچین، نتیجهش خیلی بهتر میشه. زعفرون میزنیم، ترکیب عرق هل و گلاب و 1 کوچولو خیلی کم روغن. مایه تحچین ما هم آماده است، میریم که برنجمون رو آبکش کنیم. خب بادمجونامون هم سرخ شده کامل، فقط برای اینکه روغن جذب نشه و همینطور تو مایه تا بمونه، قبل از اینکه بادمجوناتون رو بذارید برای سرخ شدن حتما یه
1 رو 20 دقیقه روش نمک بپاشید و بذارید داخل سبد. این باعث میشه که روغن کمتری جذب کنه. بادمجونمون هم برمی‌داریم. خب آب جوش اومده. آب روی برنجمون رو خالی کردیم. برنجمون رو اضافه میکنیم به قابلمه. خب توی این مرحله من به برنجم نمک اضافه میکنم که الان خب اضافهش کردم، ولی خیلی ها معمولا وقتی که برنج رو خیس میدن همون موقع نمک رو اضافه میکنن. حالا میریم که برنجمون ری بده و بریم مرحله بعدی. تا برنجمون ری بده یه دونه چایی هم کنارش خیلی میچسبه. ما برنجمون رو آبکش کردیم، اون یه مقدار روغنمون رو میریزیم کف قابلمه برای اینکه تحچینمون خوش رنگ‌تر بشه. باز مجدد یکم زعفرون میریزیم کف قابلممون، یه تکونش میدیم. زیرش هم خیلی کم میکنیم زیر قابلممون و مایه تخم مرغیمون رو میریزیم داخلش. یه همش میزنیم و یک لایه برنج آبکش شدهمون رو میریزیم روش. برنجمون رو یکم هم زنتر برمیداریم که خیلی نرم نشه موقع پخت. برنجمون رو یه ذره فشردهش میکنیم، خیلی هم نه، این خودش به اندازه کافی فشرده میشه و به خاطر تخم مرغش حجم میگیره. مرغمون رو اضافه میکنیم، پخش میکنیم همه جا. خوبه. و بادمجونامون رو میچینیم روی سطح مرغامون. بذارم فشار میدیم که به هم فشرده بشن. اگه میخواید که حتما از دیواره بیرونی موقع برگردوندن مشخص بشه، بادمجوناتون رو به دیواره بچسبونید. خب بادمجونمون رو که ریختیم، مجدد یه ذره زعفرون بهش اضافه میکنیم که خوش رنگ تر بشه. و میریم که بقیه برنجمون رو بهش اضافه کنیم. یه کوچولو هم برای عطر بیشتر زعفرون روش میریزیم. زیرش رو زیاد میکنیم، اجازه میدیم که برای 40 دقیقه دم بکشه. درش رو هم میذاریم. وقتی دم داد زیرش رو کم میکنیم. فقط من فراموش کردم تا دم رو ندادیم یه فنجون آب از کناره های قابلمه میریزیم که کامل مطمئن شیم برنجمون هم مغز پخت میشه. نگران نباشید شفته نمیشه. خب ما تا برنجمون دم بکشه میخوایم زرشک و اون در واقع مرصعش و نثارش رو آماده کنیم. من همیشه روغن رو میریزم، یه قاشق شکرم رو میریزم، با شعله کم میذارم این آب شه، بعد بهش نثارم رو اضافه میکنم. شکر ما باز شده، حالا بهش ترکیب زرشک و پسته رو اضافه میکنیم. فقط حواستون باشه چون زرشک به سرعت ممکنه که بسوزه، تو حرارت مستقیم نذارید.
یه تفت کوچولو که خورد که با شکرمون مخلوط شد بهش یکم از همون گلاب و هل اضافه میکنیم دوباره برای عطر بیشتر و یکم هم زعفرون. که پخته بودیم یه مقدار به ما آب مرغ داده بود، من یه هویج بهش اضافه کردم، الانم یه قاشق رب بهش اضافه میکنم، میذارم که این ترکیب شه و یه سس مرغ به ما بده، چون بعضیا دوست دارن که کنار تهچینشون حتما یه سس وجود داشته باشه. خب الان حدود 40 دقیقه گذشته دیگه، برنج ما آماده است، میریم که برش گردونیم تو ظرف سربمون. خب این مواد نسایی هم که درست کردیم و هر مدلی که دوست دارید روش میدید. من همه رو میزنم وسط، هم راحت تره هم نماش قشنگ تره. خب دوستای خوبم، غذای ما آماده شد. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. خوشحال میشم که نظراتتون رو برام بنویسید و اگر منو سابسکرایب ندارید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید برای ویدیوهای بعدی. بریم که با هم تستش کنیم. واقعا فوق‌العاده شده. حتما یه بار به روش من تهچین رو درست کنید و لذت ببرید. تا ویدیوهای بعد.